موسی بن جعفر پدر امام هشتم علی بن موسی رضا فرمود اگر کسی زیارت بکنه فرزند من، شما به زیارت اومدید، بنده هم مثل شما به زیارت اومدم، او بات لیلتا عنده، یا یه شب کنار این حضرت بیتوته بکنه. چی فرمود موسی بن جعفر؟ فرمود کمن زار الله فی عرشه، مثل اون آدمیه که تو عرش خدا رو زیارت کرد. مولوی هم قشنگ میگه دیگه، میگه هر که خواهد همنشینی خدا گو نشیند در حضور اولیا. این ولی خداست، زیارتش زیارت خدا در عرش خداست. بعد ببینید امام فرمود در قیامت خداوند 8 نفر رو میاره، 4 نفر از اولین، 4 نفر از آخرین. از اولین کیا میان؟ فرمود آدم، نوح، عیسی، موسی، اینا میان تو صحنه قیامت. از آخرین کیا میان؟ فرمود محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب، حسنین، اینام از آخرین میان. بعد فرمود خداوند ریسمانی قرار میده و بساطی فراهم میشه، تمام کسانی که زائرین قبور فرزندان رسول خدا تو این عالم بودن کنار اون سفره می نشینن، کنار اون سفره. فرمود معنا، با ما. بعد یه جمله دیگه فرمود عظمت خودتون رو از اون صدر روایت و ذیل روایت بگیرید. در صدر که فرمود خدا رو در عرش زیارت کرده، در ذیل فرمود اعلاهم درجتن، فرمود اونی که درجهش از همه انسانها بیشتره، اونی که سهمش بیشتره، اعظمهم حبوتن، فرمود زوار و قبر ولدی علی، اونایی هستند که به زیارت علی ابن موسی رضا می. چه جایگاهیه! یه زیارت، یه شب موندن اینجا میتونه این هم. خب این با چی میخواد معاوضه بشه؟ با چی میخواد مبادله بشه؟